به نام خداوند بخشاینده مهربان نهایت بارهم. روز مرد نزد حکیم بزرگ آمد و از حکیم سوال کرد من چند ماه می شود که به محله نو کوچیدم. در همسایگی من زن همراه دختر خود زندگی می کند. هر روز و گاه و شبها مردهای گوناگون خانه آنها رفت و آمد می کند. من دیگر تحمل این وزن را ندارم. حکیم گفت شاید عنوان آنها باشد. مرد گفت نه، من هر روز از پنجره نگاه می کنم و مردان متفاوتی را می بینم که به آن خانه وارد می شوند و بعد از چند ساعت می روند. حکیم گفت خلطه را در دست بگیر و با تعداد هر مردی که وارد آن خانه شد یک سن در خلطه گذار و آن را بعد از 2 ماه نزد من بیار تا میزان گناه ایشان را بسنجیم. مرد خوشحال به خانه برگشت و چنان کرد. بعد از 2 ماه نزد عارف رفت و گفت من نمیتوانم خلطه را نزد شما بیارم چون که وزن آن بسیار وزنین است. حکیم فرمود یک خلطه سنگ را تا به نزد من نمیتوانی بیاری، پس چگونه میتوانی آن خلطه را، آن گناه عظیم را نزد خداوند ببری؟ حالا برو و تعداد سنگ ها توبه کن و استغفار کن چون که آن 2 زن همسر و دختر عارف بزرگند که پیش از مرگ وصیت کرده بود تا شاگردان و دوستانش از کتاب خانه او استفاده ببرند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینک به پایان قصه رسیدیم.